به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عمرو خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند برای روزه‌دار هنگام افطار کردن دعایی است که رد نمی شود. روایت ابن ماجه و حاکم. برای اجابت دعا وقتها و لحظه ها است که اگر انسان در آن وقتها با اخلاص دعا نماید دعایش مستجاب می شود. از جمله این وقتها روز عرفه، روز جمعه، سه شب، وقت باریدن باران، وقت افطار و بین اذان و اقامت از لحظه های به شمار می روند که در آنها دعای مخلصانه پذیرا می شود. از این رو روزه‌دار اگر هنگام افطار نمودن با اخلاص و محبت دعا نماید دعایش مستجاب می شود. پس برادر و خواهر ایمانیم از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که بعضی از وقتها فرصتهای خوب هستند برای اجابت دعا. پس این فرصتها را ما از دست ندهیم و یکی از این وقتها در ماه شریف رمضان هنگام افطار کردن است. پس در وقت افطار کردن دعا را بسیار نماییم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.